هدایت و توفیق از جانب الله و گمراهی از جانب من و شیطانه. چیزایی که از نظر ما کوچکن از جانب الله عزوجل بزرگن. این یعنی من به اذن الله هدایت شدم، نه با فکر و زیرکی خودم. اینو که میگم خودمم تجربهش کردم، چون چند سالی سرطان داشتم. این بیماری بهترین اتفاقی بود که میتونست برام بیفته. اگه میخواین به کسی تکیه کنین، به اونی تکیه کنین که مقصد و هدفتون در دستای اونه. بارالها، ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و والاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. یه آیه زندگی یه انسانو عوض کرد. اونو از ظلمات بیرون کشید و به سوی نور برد. من و همه همکارام که به شدت شگفت زده شده بودیم و مطمئنم شما هم همین حس رو پیدا میکنین. آیا ممکنه کسی با خوندن آیه وقتلوهم حیث ثقفتموهم به اسلام رو بیاره؟ سبحان الله، اینم یکی از معجزات قرآنه. الان خودتون داستانش رو میشنوین. این مدرسه‌ای که کنار من میبینین، مدرسه‌ای که پسر بلژیکی بسیار باهوشی رو با اسلام آشنا کرد. این پسر باهوش روزی به این مدرسه اومد تا در مورد اسلام اطلاعاتی بگیره و الان مدیریت اینجا رو به عهده داره. حالا بیاین با هم به این داستان زیبا گوش بدیم. گریگوری مانوئل رامز که بعد از مسلمان شدن نام خودش رو به بلال تغییر داد، مسیحی بسیار معتقد و پایبند به تعالیم کلیسا بود. از طرفی هم منطق رو دوست داشت و علاقه‌مند به مطالعه و تحقیق بود. ابتدای آشناییش با اسلام در کلاس تاریخ و در دوران دبیرستان آغاز شد. دانش آموز سال آخر دبیرستان بودم. معلم تاریخمون که فردی دلسوز و مسلط بر تاریخ بود، یه روزی داشت درسی رو در مورد خاورمیانه برامون توضیح میداد. درس در مورد تاریخ و اقتصاد کشورهای خاورمیانه بود. بعد بحث اعتقادات و باورهای مردم خاورمیانه باز شد. اون موقع بود که طریقه درس دادن معلم یک کمی عوض شد. به قسمت کوچکی از آیه 191 سوره بقره اشاره کرد که میگفت به هر کجا که بر ایشان دست یافتید آنان را بکشید، و بعد از همون خواست که نظرمون رو راجع به این آیه بگیم. از اونجایی که هیچ مسلمانی توی مدرسه نبود، همه شروع کردن به مراکشیا و عربا بد و بیرا گفتن. من از اینکه معلم به بچه‌ها اجازه این کارو میداد واقعا تعجب کرده بودم. بعد از بچه‌های کلاس خواست که ساکت باشن و گفت که ما داریم راجع به دین حرف میزنیم، نه راجع به این کشورها. همه ما میدونیم که اندونزی بیشترین تعداد مسلمان‌ها رو داره، بنابراین شما باید به اونا هم بد و بیرا بگین. این کار غیر منطقیه. و بعد از اون حقایق و اطلاعات علمی جالبی در مورد قرآن و اون آیه برامون گفت. بعد از اون راجع به معانی آیه برامون توضیح داد و برامون گفت که آیات قبل و بعد این آیه چی هن و همینطور سبب نزول این آیه چیه. اون موقع بود که من با اسلام آشنا شدم و همین برام کافی بود که به عمق آیات قرآن پی ببرم و این باعث شد که قرآن رو بیشتر بشناسم. بعد از کلاس بلال هم مثل بقیه همکلاسیاش به حیاط مدرسه رفت، اما سخنان معلمش هنوز در گوشش بود. وقتی که بلال رفت خونه، بدون اینکه کسی رو در جریان بذاره شروع به تحقیق در مورد اسلام کرد، بدون اینکه متأثر از محیط اطرافش بشه. از وقتی که این آیه رو شنیدی تا زمانی که مسلمان شدی چقدر طول کشید؟ میتونی برامون در موردش یکم توضیح بدی؟
بعد از اون حدود 1.5 سال به مطالعه و تحقیق و یادگیری گذشت. بعد از اینکه حس کردم تحقیق دیگه کافیه و این دین هیچ نقصی نداره، تصمیمم رو گرفتم. شهادت اینو گفتم و مسلمون شدم. وقتی مسلمون شدم خیلیا باورشون نمیشد و ازم میخواستن که شهادتین رو بگم. برای همین چند باری در چند جای مختلف شهادتین رو گفتم. اما جایی که بیشتر از همه در خاطرم هست مدرسه‌ای که تو اونجا درس میخوندم و بعد همونجا معلم مطالعات دین کاتولیک شدم. خیلی خوب یادمه چون تعدادی از معلمای مسلمون نشسته بودن و بهم گفتن که جلوشون شهادتین رو بگم و فکر میکنم که این اولین باری بود که جلوی کسی شهادتین رو به زبون آوردم. این خاطره برای همیشه تو ذهنم باقی میمونه. شیخ بلال ارجمند، هنگامی که شهادت اینو میگفتین چه احساسی توی قلبتون داشتین و دقیقاً کجا بودین؟ احساس آرامش و صلح. حس میکردم یه بار سنگین از روی شونه هام برداشته شده. تبارکالله. اینجا یه چیزی توجه منو به خودش جلب کرده. اونم اینه که آیه‌ای که سبب شد بلال به اسلام روی بیاره آیه سوره بقره است که میفرماید هر جا مشرکی را دیدید آن را بکشید. سبحان الله، با این آیه مسلمون شدن در حالی که این آیه به کشتن اشاره داره، ولی شیخ بلال جور دیگه احساس میکنه. ماشاءالله. وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. الله سبحانه و تعالی میفرمایند وقتلوهم حیث ثقفتموهم. این آیه بزرگ به جنگ‌های اوایل اسلام اشاره داره و برای نجات و حفظ اسلام گفته شده. اسلام دینی پر از صلح و آرامشه و این در آیات بعد از این آیه هم کاملا مشخصه. سپس الله سبحانه و تعالی فرمودند تعدی روا نیست مگر بر ستمکاران. این واقعیت اسلامه، دینی پر از صلح و آرامشه که خیلیا اینو نمیدونن، از کنار این آیات میگذرن، اما بلال حقیقت پشت این آیات رو به خوبی دید. هدایت و توفیق از جانب الله و گمراهی از جانب من و شیطانه. چیزهایی که از نظر ما کوچکن نزد خداوند عزوجل بزرگن. این یعنی من به اذن الله هدایت شدم، نه با فکر و زیرکی خودم. این نکته مهم اول. و نکته مهم دوم اینه که وقتی دیدم اسلام در مورد همه چیز اطلاعات داده، چیزهایی که من از وقتی که مسیحی بودم میدونستم. من مسیحی معتقدی بودم و از هر لحاظ به مسیحیای اهل اروپا و بلژیک کمک کردم. اسلام از زندگی، دین و پیامهای پیامبرای دیگه مثل ابراهیم، آدم، موسی، نوح و مسیح میگه و تاییدشون میکنه و این واقعا زیباست. در اون زمان هیچ کسی از داستان همه این پیامبرا خبر نداشت. غیر ممکن بود که راجع به همشون بدونن. این موضوع باعث شد من بیشتر کنجکاو شم، چون میدونستم امکان نداره چیزایی که نوح، ابراهیم، موسی و باقی پیامبران گفتن اشتباه باشه. عم الظلام فؤاديها بات الليالي قاسيا ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن. در حال حاضر من و شیخ بلال داخل مسجد جامع وحدت مسلمین در پایتخت بلژیک در استان بروکسل هستیم. نشستیم به همراه شیخ بلال. این مسجدی که شیخ بلال زمان مسلمون شدنشون ازش خاطرات جالبی داره و براشون اتفاقات جالبی افتاده. درسته. من اولین نمازمو اینجا خوندم و به مدت 4 تا 5 سال به کلاسای قرآنی مختلفی که تو همین مسجد برگزار میشد میرفتم. من خاطرات زیادی اینجا دارم و برای همین این مکان برام واقعا عزیزه. اگه بخوام به غیر مسلمونا پیامی بدم بهشون میگم که اسلام دین ساده ایه. یه دین سودمند و کارآمده. به همون روش زندگی کردن و داشتن یه زندگی بهتر رو نشون میده. به همون میگه مهم نیست سفر چقدر طول میکشه. مقصد نهایی که بهش میرسی مهمه. شما کجا میخواین برین؟ غیر از اینه که
میخواین برین یه جای زیبا یا میخواین برین یه جایی که سختی بکشین؟ جواب این سوال ساده است. زندگی ما مثل همون مدتی از سفره که تو هواپیما یا ماشین میگذرونیم تا به زمان مرگمون برسیم. شما نمیدونین که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته. مرگ شروع زندگی و سرنوشت واقعی مونه. الله ما رو آفرید تا بپرستیمش و عبادتش کنیم. اگر یک کمی فکر کردین و نیاز به بیشتر دونستن رو در وجودتون حس کردین، برین ترجمه یک کتاب قرآن به زبان خودتون رو باز کنید و مطالعهش کنید. من القرآن لها بروحي صدى وفاضت العينان تجيب ذاك النداء ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى با برنامه هدایت یافتگان با قرآن همراه ما باشید. بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أسلمت روحي للإله كان المدى أشواك حتى كسه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى. الان زندگی خیلی ساده ای دارم. مدیر یه مدرسه‌ام و روزا اونجا کار میکنم. آخر هفته ها میرم دانشگاه و تمام سعیمو میکنم که استاد و معلم خوبی برای دانشجویان باشم و به مردم بلژیک کمک کنم و فکر میکنم زندگی خوبی دارم. خودم که ازش واقعا راضیم. بعد از اینکه به اسلام روی آورد، الله رحمان اونو به سرطان مبتلا کرد تا اولین امتحان الهی رو از بلال بگیره. الله ما و شما رو از این بیماری مصون بداره. میخوایم بدونیم بلال چطور تونست از پس این امتحان الهی بر بیاد؟ با خوندن و تدبر در آیات قرآن الله صبر و استقامت به اون عطا فرمود. سوره بقره منو به شدت تحت تأثیر قرار میده. مخصوصاً آیات انتهایی این سوره تأثیر بسیار عمیقی روی من میذاره. آیاتی که الله سبحانه و تعالی میفرمایند خداوند هیچ کس رو جز به قدر تواناییش تکلیف نمیکنه. من خودم این رو تجربه کردم چون چند سالی سرطان داشتم. اون موقع مسلمان بودم و هنوز داشتم در مورد اسلام مطالعه میکردم و یاد میگرفتم. این بیماری بهترین اتفاقی بود که میتونست برام بیفته. از نظر من نشونه ای از دوستی و توجه خداوند به من بود. من از این آیه یه چیزی یاد گرفتم ممکنه همه جای زندگی آدم پر از مشکلات و سختی باشه، اما توانایی و تحملی که الله در وجود من گذاشته کمک میکنه تا همه مشکلات رو تحمل کنم. حالا هر چقدر بزرگ و سخت باشن، هر چقدر موقعیت سخت‌تر باشه، خداوند تحمل بیشتری بهمون میده. این نشونه ای از دوستی خداونده. الله خودش این رو در سوره بقره بهمون گفته. بهم گفته این یک امتحانه و من توانایی سربلند بیرون اومدن از این امتحانو دارم، چون الله هرگز بیشتر از تواناییمون ازمون انتظار نداره. پس هر اتفاقی که بیفته من خیالم کاملا راحته. کسی که بیشتر سختی ها و عذابا رو میکشید همسرم بود. در طول دوره درمانم ازم مراقبت و پرستاری میکرد. من حتی نمیتونستم روی پاهام بایستم. الحمدلله الله صبر و قدرتی به من و همسرم داد تا از این امتحان الهی سربلند بیرون بیاییم. يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. ممکنه بعضیا با خودشون بگن که الله سبحانه و تعالی بلالو به سرطان مبتلا کرد. اون وقت شما میگه خیره؟ کجای این خیره؟ دوستای بلال بهش میگفتن که تو مسلمون شدی، اون وقت میگی الله با وجود اینکه این بیماری رو بهت داده بازم دوستت داره؟ آره؟
به جواب بلال گوش بدین. من براشون یه مثالی زدم. بهشون گفتم اگر به شما بگن که مادری دست بچه 7 سالش رو شکن چی میگین و چه فکری میکنین؟ عجب مادر بدی، عجب زن بدجنسی و از اینجور حرفا. حالا من بهتون میگم که این بچه داشته از خیابون رد میشده و نزدیک بوده یه ماشینی با سرعت بالا بهش بزنه. مادر اون بچه میخواسته بچه رو بکشه عقب تا ماشین بهش نزنه. حالا جمله‌مو دوباره تکرار میکنم. مادری دست بچه 7 سالش رو شکن. حالا چه جوابی میدین؟ عجب مادر خوبی، چه مادر مهربونی. رابطه الله با ما هم همینطوره. ما مثل اون بچه ماشینی که با سرعت داره میاد و نمیبینیم و نمیدونیم که چه اتفاقی قراره بیفته، اما الله عزوجل میدونه که چه اتفاقی میفته و خیر و صلاح ما در چه کاریه. برای همینه که ما باید همه چیزو به خودش واگذار کنیم. بعد از اینکه به سرطان مبتلا شدم تازه دوستای واقعیمون شناختم. آدمای خوب اطرافم و از آدمای بد اطرافم تشخیص دادم. از طرفی هم الله قلب و روحمو پاک کرد و من اون خشوع لازمو به دست آوردم. مهمتر از همه این که من از دوستای بد دوری کردم و از نظر من یه رحمت الهی بود. یکی از بزرگترین مشکلات همه افرادی که مسلمون میشن اطلاع دادن به خانواده هاشونه و حتی بعضی خانواده ها بچه هاشون رو طرد میکنن. برای شما چطور بود؟ البته درسته. مادر بزرگم کسی بود که منو بزرگ کرده. من اصلا پدر و مادرم رو یادم نمیاد. وقتی که پدر و مادرم فوت شدن مادر بزرگم منو بزرگ کرد. اون مسیحی خیلی مؤمنی بود و به قوانین کلیسا اهمیت زیادی میداد. الحمدلله همین باعث شد که من از کودکی راه هدایت به سوی الله رو پیدا کنم. اوایلش که مسلمان شدم به چشم یه خائن دین فروش بهم نگاه میکردن، اما الان مادر بزرگم بیشتر از همه خانواده‌ام منو قبول داره. اون قبل من 5 تا بچه بزرگ کرده بوده و من 6میش بودم. از همون بچگی من همیشه بیشتر از بقیه بهش اهمیت میدادم و ازش مراقبت میکردم. شایدم به همین خاطر گذاشت که من وارد خونش بشم. انتظار داشتم بیرونم کنه، بعدش همسرم رو با حجابش قبول کرد و غذا و گوشت حلال الحمدلله. این که ما میتونیم به راحتی توبه کنیم و به سوی الله برگردیم یک رحمت از طرف الله رحمان برای ما. رحمت بزرگی که خیلی از مردم بهش توجه نمیکنن و نمیتونن درکش کنن. یکی از زیبایی‌های اسلام و چیزی که باعث شد منو به مسلمون شدن قانع کنه اینه که ممکنه یه نفر تمام کارهایی که اهل دوزخ انجام میدن انجام بده تا به اونجایی که به اندازه یه وجب با جهنم فاصله داشته باشه، اما بعد شروع کنه به انجام کارهایی که اهل بهشت انجام میدن. میتونه از بهشتیان بشه. این یعنی هیچ وقت برای توبه کردن دیر نیست. الله تعالی در آیه 53 سوره زمر میفرمایند به بندگانم بگو اونهایی که در گناه زیاده روی کردن از رحمت الله ناامید نشن. پیامی اساسی و مهم از قلب پر احساس بلال به همه مسلمانای عالم. درهای توبه همیشه برای تمام بنده ها بازه، اما به یه شرط، اونم قبول لا اله الا الله است. همین یه شرط. همینطور تدبر در معنیش و قبول کردن این جمله. بعدش به اندازه توانتون اعمال صالح انجام بدین. اگر در توانتون کارهای کوچک و ساده است، کارهای کوچک انجام بدین. اگرم در تواناییتون کارهای بزرگ انجام بدین. هیچ وقت دیر نیست. هیچ وقت. هرگز الله رحمان شما رو تنها نمیذاره. اگه خواسته ای دارین از کسی بخواین که میتونه بهتون کمک کنه، از کسی بخواین که سرنوشتتون در دست و توان اونه، فقط از الله بخواین. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، فكل ما أخشى سوء الختام غدا. در آخر هر قسمت از برنامه و بعد از هر ملاقات با افرادی که به سبب قرآن هدایت شدن، تلاش میکنیم آرزویی که این افراد در زمینه کارهای خیر و گسترش اسلام دارن رو باهاشون بتونیم همکاری کنیم و کمک کنیم به آرزوشون برسن. پروژه‌ای که من برای 3 مدرسه اسلامی غزالی، کلام و مدرسه فضیلت در نظر دارم اینه که قرآن و معانی اونو به دانش آموزا و معلمات درس بدیم تا قرآن رو بفهمن و با قرآن زندگی کنن و اهمیت و ارزش کلام الله رو درک کنن، اونطوری که قرآن مانند نوری مسیر زندگیشون رو روشن میکنه و میتونن در زندگی قرآن رو به کار بگیرن.
همینطور استفاده اون در عقل، در زبان و در قلب. وبسایت نون با شما همراه خواهد بود. همه تلاشمون رو برای برآورده کردن این آرزوی شما انجام میدیم. ممنونم برادر، ممنون. الله نگهدارتون باشه انشاءالله. خدا نگهدار. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بإمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير